یکی از سوالاتی که این روزها به نسبت تورمی که در جامعه وجود داره، متاسفانه تورم در جامعه امروزی به صورت تصاعدی بالا میره. اینجا عزیزانی در مشکل افتادن، خرید میکنن مثلا کدام جنسی را به 50,000 تومان، مثلا کدام جنسی، حالا من اسمش نمیگیرم، کدام جنسی را مثلا به صورت جعبه‌ای به صورت 50 تا با قیمت 5,000 تومان یا 50,000 تومان یا 10,000 تومان از بازار خرید کرد. 2 هفته بعد، 1 ماه بعد، همین قیمتی که خرید 5 تومان یا 10 تومان یا 50 تومان خرید کردن به صورت تصاعدی چند برابر بالا رفته. مثلا همون کالایی که به قیمت 5,000 تومان خریده، حالا این شخص خودش بخواد بره بخره از بازار شده 25,000 تومان. حالا سوال اینه که این شخصی که خرید کرده به قیمت 5,000 تومان، آیا این را باید به همون قیمت خریدی که در قدیم خریده با همون مقدار سودی که مثلا خب ما بین ما مسلمان ها عموما همین میگه که بیشتر از 2 برابر نباید سود گرفت، آیا به همون قیمت خرید به اضافه همون سودی که در همون موقع در بازار رواج داشته باید به همون قیمت بفروشه یا به قیمت روز باید بفروشه؟ این سوالیه. بله، اینجا دوستان همینه که اگر کدام وقتی در بازار بحث تورم پیش یاد و جنس حالا 1 برابر، 2 برابر، 3 برابر بالا رفته، به همون قیمتی که در بازار به فروش میره به همون قیمت باید فروخته بشه. حالا من اگه تونستم درست مسئله رو تفهیم بکنم برای شما، مثلا شما آمده جنس رو به 5,000 تومان خریدی، 4 هفته بعد، 1 ماه بعد، 2 ماه بعد این شده 25,000 تومان. حالا اگر شما اینو میخواید بفروشی، عیناً باید به قیمت بازار 25,000 تومان بفروشی. چرا؟ چون که اگر احیانا در ایران ما در خواب، حالا در بیداری که همچین چیزی ممکن نیست دیگه، در خواب اگر کدام قیمت جنسی پایین بیاد، مثلا شما گفتید 50,000 تومان، تو خواب شما احیانا آمده تو ایران ما این 25,000 تومان شده، مردم دیگه به شما رحم نمیکنن، میگن آقا بله این 50,000 تومان گرفته، ما این ضرر نکنه، ما هم به 50,000 تومان شما خرید میکنیم. کسی نرفه میزنه؟ کسی نرفه نمیزنه دیگه، میگه شما ضرر کردید دیگه، ما چیکار کنیم؟ قیمت بازار پایین افتاده، شما به 25,000 تومان بدی، همینطوره دیگه، درسته؟ لذا همونطور که به نسبت ضرر کشیدن در پایین آمدن قیمت ما هم اینطوری با مردم معامله میکنیم، با دکاندار ما اینطوری معامله میکنیم، همینطور اگر قیمت بالا بیاد همینطور هم با قیمت روز باید به فروش رفته بشه. چرا؟ چون من خریدم به قیمت 25,000 تومان یا 10,000 تومان، حالا من اینو بیام به 10,000 تومان بفروشم، مثلا سودش هم بالا 12,000 تومان بفروشم و من بخوام با این سرمایه‌ای که دارم دوباره بخوام برم خرید بکنم، فکر کنم باید برم دیگه قرض بگیرم دیگه، درسته یا نه؟ تا مغازه‌مو پر بکنم. خب این دیگه معقول نیست. لذا همینه که اگر در بازار کدام جنسی به صورت تصاعدی به هر نحوی بالا رفته، قیمت به فروش همون قیمت بازار هست، 2 برابر، 3 برابر، 5 برابر، 10 برابر. اگر احیانا در خواب هم پایین آمد، ما دیگه مجبوریم به قیمت ضررمون بفروشیم، چاره غیر از این نیست. تونستم تفهیم بکنم دیگه، درسته؟ مثلا همینه. و السلام علیکم و رحمت الله.